دلوش دلوش منعات کن. اوره وجدل منی دوست ناکین براهوندک بیا. ها وجدل حال بونگپ دلوش مرچی دو گو بونگپند، یکی افغانستانه، یکی دیگه همیشن که چیزی روچن بلوچی چه بندا آزاد بیدم. من سکت توری چیزی مثلا منی سرگا مزدگا نروه، من سکت توری می بزدگیم بلوچم. ما سی 5 40 سال پیش، 40 سال پیش گپ بزنم که ما از این نامی مردم نامدارین گروپتن یک یک سرانش جد گار بیتن درو پرچی دلبر شوتی سادگی ها که آمن ناکوزاتین شیمنی براتین وتی حبرا وتی جاگاه وتی دلی گپا کن و وتی برا ناکوزاتا گوشی آدیگر گوشی تو حال شد. ما همه کاران کنین دشمنی نی، بله همه کاران کنین که بدوا چون وحدا و چینچوک زر و چینچوک مردم کار مرز بکند که ای جاگاه برسی یک راه هم محاسبه کنی. دل باش بلوچی چه بنده چه جیلا آزاد بیتن. ما صبر نکنین که برو لوگا برسید. اگر من گوشون رو بود من رد نو یکی مثلا نه باز این چیزی من دیسته هیچ چاری کتک بابا مردم هر چیزا نگوشی بگوشی وحده ایکس تیمبی وحده سری بگوش آچه یک خطریه چوتتا چون خطر دیگه آیی دستا و دیمامن تو بل لوگا سر بیت رندا وتی روبوت و وتی دستا و هر چی کنه بکن. هستن مردم یک دو روز پیش چه یک گپا میریایی چه یک گپا صحیح بیتگن بلا مردم توشی خیال کن. البته این مثالی هم کسانی مثالی نه دیگه زندگی مسئله جنان دل باش 52 روز رم پادانی کوه دو چیزی مردم سرش کبتا گوتی ملکا که یک شپی یک روچی این چو سال و ماه رن گوتی مردمان شپی روچی بگنده و لوگی مردمانش هم گوشته گوتی ناگو برات و همساگ مردم یکم صحیح مبید لوگی مردم ها جوز گرفته که ای کلان خودکار سکین شرینی واجکار چیز کرده داتا بزیتگی و سرپد کتگن شهری سرا که گپ مبید راه کشتگن اسکولا آدگر ناکوزات جوز کرده که وی مرجی تر شهرین کلمی کیسه گنگوشی ها ولی پلانی آدکه بل هیچ کسم مگوش شده سبارگا وتی ناکوی لوگا وتی ناکوی مردمانی صحیح کرده و آدگر و 3 4 گنٹه تو که 20 مردم بازار صحیح بوده که کنم یعنی این مردم این خطر پوتی چمان دیست چو گوست برای بس بری مردم شانسی یاری مردم هر چیز کند کم مکی وتی اگلا کار مرز کند دراج کشی نکنن دلواش کنن در بگی که افغانستان مند اصلی بونگپ دلواش مروچی افغانستان هند میدیا سک زورند میدیا ما را هنچ وارینید میدیای کرد هنچ زورند که ما همارن که لوتند مانا ترا آدگرا درست همارنگ کنند دراهین یوروپ و آمریکا و میدیای اصلی بونگپ بالی پت کابل بالی پت
دیگه هیچ. یک اصلی مسئله که افغانستان افغانستان چی بید، این محلوک مردمان پرچی چوش بیتک مرچی جانسون و مرکلا تلپونی گپ جتا که همه جی 7 جی 7 باره و که ما تا کابلی والی پتی مسئله حل نبیتک آمان ما به رسمیت نزانین و آمان ما نمانیم. خدای دنیا به چاپ کجا آد کرسته بله هر کس کن پوتی مردمان کنگن یک اوگانش شمشته افغانستانی مردمش شمشتگه هر چی کنن پوتی مردمان بله لحظه ملک کلندر گفته که پوتی هم مردمان نکنن که هیچی پالی چهری کن گپ اینان دلوش پرچی دنیا اگر ما مردم که ما که گوشی من اخبار روزانه وانون چارون یک کنون آن کنون بابا مرچی دنیا هموی دانت کرده که تو وقتی اگلا کار بند افغانستانی مسئله تنها بالی پت نهند. افغانستانی مسئله یک اسلامی شریعتیه که بودن 7 سال 5 سال حکومت کتک نچارن که همه قطر ترکی یه ملک آدگه ملک کجا هم دسته شد چچین چکا تا کجا یه دست بودن هورین اگر اسلام شریعت لوٹید پرچی بودی ملک اسلام شریعت نکند پرچی بودی ملک آزادین اگر یک که چادر سرا کن جنین اگر آدگر نه چڈی پادیں گردی همایی ملک تو کا منی گه بدانن معلوک گوتی مزگاه کار بندید والله بالله مردم گندید اگر تهنا به بی بی سی و سی این این و اسوسیت پریس و تاس و یہ اخبار و اخبار و روشتا که تو بوانه من تو همان انگه بین که لوٹند سک گپ بازتن باور بکن که نه نه اصلی گپ هم من تنبلی دراز کشی بید واش دل و دل واش واته